باز هم بینندای عزیز خوش آمدین. گپ از حقوق زن و اینطور گپا شد. اسیب جان میگه کدام آدم ظرف میششت کدام مرد ظرف میششت. این دندای برود تر ولای عقاب چرب بوشه شرق نیست. تو زورش هم داده به تنگ هم آمده. دخترکش یا بچهش آمد گفت پدر امی آدم دزانه چی مانا؟ این پدرش که چرت زد گفت بچم کسی که برابر ما دو چند ظرف میشویه. خب اسیب جان، پیش شما یا به نظر شما مقبولترین یا زیباترین یا شیرینترین کلمه چی است؟ محبت. و در جای از ما سوال شد اسیب جان که مرا گفتن تو مثلا جلالی نمی بودی، در جمع اشیا می بودی. سوال خطرناک است. گفتن در جمع اشیا می بودی، خوش داشتی که چی باشی؟ فکر میکنی من در جواب چی گفته باشم؟ ما بسیار اشتباه می باشه که براتون جواب بتون نخواهیم. بفرمایین شما. نشد چیز انتخاب نتانستین؟ به خاطر که گفتم عملای شما یک ذره خوشرفتاری کرده باشم سوال مقابل به خودم ساختم. ما یگانه چیزی که در فکرم گشت تیاره بود. تیاره در کدام بال کو میزنیم و باد ما میکنیم. از یگانه چیزی که من بعد میبرم. باز ما گفتم که ما اگه اشیا می بودم در جمع اشیا حساب می شدم یا می بودم باز می گفتم کتاب می بودم. همونجا جواب گفتم که کتاب می بودم. اقلنش که آدم های نادان خو سر نمی خوردم. باز همونجا قبول کردن گفتن درست است گپت. ما یک قصه حقیقی را براتون بکنم. البته او روز یک تاکسی گرفتیم از یک طرف شهر در دیگه طرف می رفتیم. نمی کسی که تاکسی درایور بود یک قسمت رسید و میخواستم بگم که چپ در بخود سر شانش که تپ تپ زدم یک چیغ زدی. چیغ زد و کم کرد تاکسی رو در دیوال بزنه یک بغل. ما ورخطاش گفتم بسیار میبخشیم فکرم نبود من خودت تکان دارم. سعی گفت بیار جان گفت گناه خودت نیست. گفتم خب گفتم چی گپ بود؟ والا گفت ما 25 سال شده که موتر جنازه درایو میکردم. 25 سال بعد آلمان تاکسی درایور کشم. من یکی مرده از کجا شد که دست همون را بر ما کارسازی کرده بود. فهمید ما از خارج آمدیم. والا جالب بود. اگر کارسازی هم کرده جالب بود. در تاکسیوانای ما اینم تو در پست باک نیست در سر نیست کدام تا در سینما پامیر استاد کرده تاکسی را کتش بایو بقاله کرده. ای گفته 1.5 ساعت تا مکرویان کنه و قالمقال هم کرده که برادر چور است 1.5 ساعت درب دروازهش پیش کرده. این تاکسیوان خیالش که نفر 6 تا دیگه به میره در مکرویان کنه میگه تاشو سیل میکنه که هیچ کس نیست. اینو تو تاکسیوانا داریم راستی ها. من یک چند نفر پسانتر خنده کردن اونجا. اعتراض که این جمع تماشاچی یک دو سه نفرش کر است. یک دفعه دیگه که خنده میکنه او کتشان خنده میکنه. باز پسان که گپ فهمید باز علایده خنده. سنتان از 20 بالا نشده هنوز؟ تقریبا نو نزدیک هستم. نزدیک هستم. هنوز خب بر ازدواج تو تصمیم نگرفتیم؟ او اشتباه را خود انسان یگان وقت باید بکنه. دیگه شه باز پسان گپ میزنه. دیگه شه پسان. آروز خیل که آمد باز میگیم. بالکل. 2-3 روز پیش در بیرون یک میمانخانه هستیم. اونجا بچه‌ها کریکت میکردن که البته حال بازی ملی مواره کم شده. که رفتم که شون رقمام کریکت کردم. یک بچه چوچه بود یک 5-6 ساله سعی کرد گفت کاکا. گفتم بله زن کردن آمدی؟ میفتنه بچه مال میره ما 50 سال بعد باز میایم. من مذاق نمیکنم ولی از اونجا من میبینم پیرکی میآین مقبول دختران اینجا. اون مردم نته نمی دخترای مقبول. نه آبیا در اینمی از خارج آمدن نته نونم از جا که والا این چی رقم کاکا جوانا داریم. این یار کس نظر نمیکنه بان که در خارج میتیم. آخر اونجا که رفت شواروسی باز کل پرزجات و خداواز کنه در داغ بانه.
عروس مجبور چیخ دیگه کلا مادر جان الک خدا داماد توته توته کرد. این حال کدام فکایی اگه داشته باشه نصیب جان قند بشه والا خود یک گپ من امیال دیرم اینا یک کاغذک گرفتن دمی زیر پای خود زدن. آها ما هم یک کاغذک دارم. آلی کاغذک ما گفتم بگیرم من نفهمم که مرا کمره از اون طرف میگیره یا از این طرف نه میگیره. کاغذ داخلی رو که چیز نگفتن خارجی رو خیلی چیز نمیگن. نه از خاطر که ما در اینجا یعنی لیست فکایار گرفتارم از خاطر گفتم که اگه من یک دفعه زیر تاثیر برم خدا کل همین نام ما یادم بره. میگه که یک دخترک میگه پیش پدر خود آمد گفت پدر جان ایما امی عبدالله جان میگیرم. آها نوش جان عبدالله. میگه که پدر سعی کرد گفت بچه مادر تا چیز نگویی عبدالله بیادرندرت است تو را گرفتن نمیتونه. خب میگه که گفت دو روز بعد آمد گفت من خیر این مصطفی جان میگیرم. پدرش بازم گفت بچه مادر تا چیز نگویی مصطفی بیادرندرت است. تخم پدری نمانه. 3-4 روز بعد آمد این پدر نبوده لدر بوده. گفت مرتضی جان میگیرم. آها عین گپ بچه مادر چیز نگویی ما هم بیادرندرت. می دخترک به تنگ آمد آخر میگه خیس رفت پیش مادر خود گفت مادر جان گفت عبدالله را گفتم میگیرم مصطفی را گفتم میگیرم مرتضی را گفتم میگیرم میگه کل از این بیادرندرت است. مادر ساکت گفت بچه گفت برو مر کدامش میگیری بگی. گفت چرا مادر جان؟ گفت تو هم دختر از این مردکه نیستی. البته فکایی بود حقیقی نبود. فکایی خدا. اینمی دختر باز کدام بچه کش کرده یک چپ کوچه. دختر بچه کش کرده. میره که برده دم آخر کوچه دیگه در خلوتی هم نسی بچه گفت این حال یک کار میکنیم. دختر چی میکنی؟ گفت این زنگ دروازه رو میزنی مردی ما بگروزی. این نصیب جان گرم آمد نو. دختر و بچه را آزار میداد میگه که یک بچه میگه بر دختر سرا کرد گفت جانم عاشقت هستم. بچه گفت چی بیچی گم؟ دختر گفت البته چی بیچی گم شو؟ بچه سعی کرد گفت جانم از جانم که دوست دارم. چی بیچی گم شو؟ جانم برات میتونم. سرباز گفت چی بیچی گم شو؟ آخر بچه گفت زنم میشی؟ دختر سعی کرد گفت راست میگی؟ بچه سعی کرد چی بیشی لوده؟ دختر میگه در بچه تلفن کرد کلا در گرفتم. از اینا خطرناکتر است. اون بچه دیگه چی بگه بان اطفایه را زنگ دید. این گرچه زیاد خندن نداره این مهم راستی است. یک دوست ما بود یک ذره چرسی بود دواتن میگه که اطفایه را زنگ میزد. اطفایه را زنگ میزد می وقتی که می آمدن چی گپ شد دلم در گرفته. نه راستی قصه راستی است این مذاق هم نیست. همین چرس یکان خیالات داره. والا من نمیفهمم. کدام یکی میگه به سیگریتی را زد سر جلو موتر شتندیوال شامپالویش است در کدام جایی کمی برکه تا که برک کنه زد دروازه رام زد اسکر رام زد دوستون انداخت موتر کپ و کپ دو بغل استاد شد تا شد اما تو چندک سر پای شیشت گفت بابا یعقوب گفته گفت خدا راستی برک خدایی بود اگه دروازه رام زده بودم اسکر رام. خب بیننده‌های عزیز همطور از گرم مجلس خود یک وقفه کوتاه داریم در این قسمت.